علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. پدرم سلامتون گفت. پدرم سلامتون گفتم. شاگرد نکنن گپ بین خدا بود. پدر و مادر این لحظه با خانه با مانیتر رو بشکنید نکنن وقتی امتحان نکنن. راستی که استاد من نمیشناسم. خوش کن تیاری چخیر؟ من شب تا سر خانه من. کسبتون شما دوست می‌دارید؟ دوست ندارم. باید چی خواهد شد؟ دختر بایتوری بایتور آفرین بایتور یعنی که دکتری حیوانات شدم. من فهمیدم خیلی خوب خیلی خوب تیاری چخیر؟ میشود نقدم دیدی؟ شب تا سر فقط خانه. آفرین مرحمت کنی یکتر چنده؟ آخر کدوشم گیرم اکید خانی اوچید ده استاد دادر این که از استاد پروفسور دکتر یک بار رفتیم نرفتیم گناهگار کردی کار اکا کردی امیر بگیرم نمیدونم که اینجا کسبازی نیاخی همین یک چه خب یک چه میگیری همین چه گرفتی گیر تو گرفتم جهنم نبیار من امد بلیتی چند؟ بلیتی پنج پنج سواد نداری بلیت پنج قید میل مالی پنج بلیت پنج سوال یکم معلومات درباره گوسفند حیوان گوسفند کی؟ گوسفند خودش حیوانی بعضی گوسفندها شاخ دارن بعضی گوسفندها شاخ ندارن گوسفند تقریبا یک 40 کیلو گوشت میکنه گوسفند چند کیلو؟ 40 کیلو 50 کیلو ممکن گوسفندهای حصاری گاناگا 110 کیلو هم میکنن. تشکر معلم تشکر گوسفند معمول خم میکنه خلاف نیست میشه گوسفند میکنه بعد کم کم روان داره در ترکیب گوسفند پشم بسیار است تنها پشم است کو حالا در ترکیب پشم گوسفند اگر ببینی در اونجا کیک بسیار دیده میشود انا کیک چه بسیار دیده میشود کیک من عموما گوسفند پشم گوسفند بسیار زیاده است پشم گوسفند بسیار است مفید است برای جمعیت مفید است پشم گوسفند چی تیار میکنیم؟ بولیش تیار میکنیم بالیش نیه پچک نمک گلیم انا جلو گوسفند انا اگر ما دیده باریم در درون پشم گوسفند انا کیک پیدا میکنه کیک زندگی میکنه کیک انا کیک حشرات معده خونک که بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده و آدما زندگی میکنند کیک خون حیوانات گوناگون و مثل گربه خر گاو بقه سخیر خیز و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یک نمود بیماری های خطرناک را در بین مردم پهن میکنند اگر به دستت خیلی چند برای نگاه کنی کیک نمیموند و دینگت کرده میپرد یک شوره معلم یک چی گپ دارید سوال دوم رو بینید کیک ما درباره گوسفند بپرسیم کیک سوال دوم درباره شتور اشتور نیه شتور زبان جوانو نمیخوانم زبان نبی تاجیکه خراب کردگی ابدی گفتن ابدی استاد ادبی بخشش عصبی کرد ادبی گفتن درباره اشتور نیه شتور درباره شتور و زندگی نامه درباره شتور و اهمیت آن در جمعیت امروزه فهمیدم انا شتور معلم شتور پشم کم داره معلم شتور نیه شتور هم حیوان است معلم شتور در بیابان ها زندگی میکنه شتور قدش بلنده گردنش دراز است بلند نیه قدش بلند نیه قدش بلند و در بالای شتور دو تا خیلی کلوت تو چی به لحجه کردی گپ میزنی؟ و 10 بار بودم ابدی گفتن با زبان روسی و یک گرموشکه میگن مونک شما هم گرموشکتون کردی انا تا دو تا کوکو زین بالاش هست بالای دو تا چی؟ کوکو کوهان خیلی در درون اون کوه اوای او نی چی؟ گرم چرم است چرم خیلی روان خیلی او اومختش میگم در وقت تشنگی اگر باید نباشد آب نباشد استفاده میبره ایمو کلوت نیه لحجه کردی گپ نزن ابدی گفتن بگو که شتورم در پوست شتورم پشم دیده میشود کش در درون پشم یک اگر ببینی در درون پشم کیک هم دیده میشود انا کیک حشرات معده خونکی بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده ها و آدما زندگی میکنند انا کیک خون حیوانات گوناگون به مثل گربه انا کلموش انا خیز بقه گاو خر انا
سانسور و غیره را مکیده بعدا انگیزه های یخطور بیماره های خفناک را در بین مردم در بین آدمان پهن میکند. شد یک کلک داری نداری صدقه آدم شدیه اوه برادر همه چه بوده کل بمیزنی تو خودت کل نداری بی تو پروفسور وقتی خالی نیست بسیار بیا بالا درباره کی کلام یک کنگی تو ایستادن ساعت‌ها گوش میکنن. بد یک دومونه برای دومونه زجافتی زدی بیا یک سوال ایلوگی میدیم استاد. ما درباره چی میپرسیم تو درباره چی شرط داده ایستاده استاد اینجا بیا. ما من همراه استاد خلاصه آمدیم یک سوال ایلوگی. من بلیکا بلیک شد استاد خوش کنی درباره ماهی با ما یک معلوماتی آفرین استاد درباره ماهی. ترک دست خونه دار کن پس ماهی میدانی ماهی چی؟ چی ماهی؟ ماهی پش نداره. خیلی یک انا پش نداره انا خندت خورو که ماهی با آمخته کن چست با نکنم انا من میگم آفرین گپ نداره ماهی درباره ماهی و فایده ماهی در جمعیت کیک در آب زندگی میکنه. کیک نه او ماهی در آب زندگی میکنه. انا که سر رو کلاباش گم کنه ایستاده ماهی در آب زندگی میکنه. خش ماهی معلم نیتری میراوه. این ایتری نمیره ماهی شینا میکنه منم خیلی شینا میکنم. در بحر ماهی ها بسیار دیده میشود. درست ماهی هم ملیم چند هزار نمودهای ماهی موجودن ملیم. ماهی هم لخمایی میشود سزن میشود ماهی میشود. ماهی اگر آب بروری کنم ملی ماهی میمبره. محبت را زی ماهی باید آمو که از آبش برون آری بمیره. اینجا شایری نکن معلوماتی بیشتر وقتی که ماهی رو میخواه که مالی وقتی که ماهی رو میخواه عدد پیتاس کردن میپرد که لحظانه که رنگی کی رنگی کی انا کی شاید مگه خونه در جسم شیرخوارها پرنده ها و آدم ها زندگی میکنن کی خون حیوانات گوناگون بماند خیل گربه سگیر مور خر انا در آمده انا یک قطار بیماره های انا خفناک رو انا در بین مردم پهن میکنن خون حیوانات گوناگون رو و مثل گربه خرگوش سگیر خون خر مار رو مکیده بعضا انگیزه های انا یک قطار بیماره های خفناک رو در بین مردم پهن میکنن کی اشتباه بلوز دعوت توی با کای کتن نتبتان کایکوف چی؟ کایکوف من جبم هستم دیگه جوبم هستم یک کتک میخواد یک کلان میخواد دادن برای نقلیات به هستن صدمه میشه دوخی همش دهنش نیست برده آهنگرا با فروختگی کدومی همین دیدمی اینجا یک کلان میخواد یک خورده کک میخواد دوخی بعد چی میشه نکن خیلی چقر بوده بعد راههای نقل و گذر بهم هست اونجا ده یگون کس هسته؟ کجا من نمیدونم کی هست اینجا با بیا آواز ببینی و عکس دادن صدا میتیده؟ بیا یک بار هی گویم کو هی واه دیدی آواز کلیش ما استاد دیدی جرانگت میکنه کلیش ما هی 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 اوسون مرغولاده رو یه بار دیگر کنی
یک سال خطی زنم چی؟ پرت گویا که اوز میسته برکو چه بجا ناشرگی سری کلا